بر شما بینندگان عزیز، همیشه تنصیحت و سلامت باشید و از کرونا ویروس بدور باشید. در این جنگی که امروز در تاجیکستان در برابر کرونا ویروس ادامه دارد و کمک و یاری هایی که از طرف سازمان های بین المللی کشورهای همسایه به ما میرسند و شما همه روز از این خبرها از سامانه های رادیو آزادی، از برنامه های رادیو آزادی، از اخبار آزادی آگاه میشوید و ما همه روز کوشش میکنیم که این حالت ها را برای شما به طور وسیع و مفصل شرح دیم، تفسیر دیم و برنامه ویدیویی پخش کنیم. اما طوری که به نظر میرسد در یک هفته اخیر شما در رسانه ها دیدید، آگاه شدید کمک هایی که از طرف کشورهای همسایه به تاجیکستان میرسند، از طرف سازمان های بین المللی میرسند، از جمله از چین. اما ما میبینیم که برخی از مقامات تاجیکستان و افراد علاهیده میخوان این کمک ها را بگیرن، به مردم برسانند و بگویند که ما این کمک ها را کردیم و از این میخوان که آبرو بگیرن. امروز من این سوال را از سخنگوی پرزیدنت تاجیکستان عبدالفتاح شریفزاده پرسیدم. ایشان گفتند که این سوال را باید از ستاد حکومتی مبارزه با کووید 19 پرسید و از وزارت تندرستی تاجیکستان. ببینید از این حالت تقریبا یک هفته میگذرد ولی هم ستاد حکومتی تاجیکستان و هم وزارت تندرستی تاجیکستان همین مسئله را شرح ندادن. حالا بگذاریم، مسئله دیگری هم هست که از طرف افراد علاهیده سخاوت پیشه به اصطلاح کمک‌های به مردم نیازمند میرسند، ولی اونها هم میگویند که قبل از آن که این نوار کوشش‌های سخاوت پیشگیشون رو برسانند خواهش میکنند که ما تنها برای خودمون نوار میگیریم، ولی وقتی که اونها نوار میگیرن پس از چند لحظه به طور غیر منتظره این نوار در سامانه های رادیوها و هم در سایت های اینترنتی پخش می شوند و این افراد میخوان که از این حالت برای خودشون آبرو بگیرن. و یک مسئله تاجیکی است که میگویند برو نیکی کنو در دجله انداز که ازی در بیابان دهد باز، و این را فراموش میکنن. در برنامه رادیو آزادی هم چنین عملها چیزها صورت گرفت که از طرف برخی از افراد آنها نوارهای ویدیویی که از لحظه کمک به افراد نیازمند کردند میرسند، ولی همین گونه با همین اشاره ها میرسند. و همکارم شهلا در برنامه اخبار آزادی به این مسئله روبرو شده است و حالا از اون میپرسم که چی شده بود. بله، واقعا با اجازت شما درود میگم بار دیگر به دوستان عزیز. واقعا این خیلی یک موضوع بحث برانگیز است. طور میرزا نبی خالقزاد گفتن درباره کمک‌های بین‌المللی، اما بعد اونی که علاقه مرزها بسته شد در روسیه و تاجیکستان تقریبا 2 ماه است که وضع مهاجران در روسیه بد است و ما میبینیم که شخصان علاهیده دائم با اونا کمک میرسونن. از کجا خبر میوبیم؟ اکثرا از سامانه ها و وقتی که اون نوارها رو به ما میفرستن. ما در بیشتر موارد کوشش میکنیم که این گونه نوارها رو در برنامه خبری نگیریم، ولی استثناء 2-3 نوار رو پیشکش کردیم و به اصطلاح بحث برانگیز شد و تا جای پشیمان هم شدم. زیرا طوری از مقالم یادآور شدن میرزا نبی خالقزاد. من یک مقاله دیگر رو میگم، مقاله مردمی که میگن وقتی دستی راستت میدهد یک خیر میکند باید دستی چپت نفهمد. و وقتی دوستانی عزیز شما خیر میکنید و از ما طلب میکنید که ما چرا نام یک نفر رو در برنامه گرفتیم، چرا نام دیگر نفر رو نگرفتیم و باید همه رو ما بگیم که این خیر کرد. دوستانی عزیز، وقتی اگر شما از برای خدا خیر میکنید پس بگذار این پوشیده بماند. چرا میخواید که اسم شما رسانه‌ای شود؟ چرا میخواید که دیگران ببینند؟ پس این خیر نیست. این یعنی شما میخواید توسط این کاری که شما انجام دادید و 2 کیلو کارتوشکا و 1 کیلو شکر و چند کیلو آرد رو به مردم میدید و میخواهید که خود را همچون یک قهرمان نشون بدید. این کاری خوب نیست و شما خودتون فکر کنید و خود را یک بار به جای اون نفری که از شما کمک میپرسد بگذارید که آیا این نفر که حالا محتاج است میخواد که یک پیوندش در تاجیکستان همین وضعیت رو ببیند و میخواد که ببیند که او امروز از شما کمک میگیرد. پس بینندگان عزیز، اونهایی که شما امروز خیر میکنید و میگید که پشتیبان مهاجران هستید، پشتیبان افراد احتیاجمند هستید، پس بگذار اون کمکی که شما میرسونید بین شما بماند و بین آن نفری که این کمک رو از شما قبول میکند. تشکر شما. بینندگان عزیز، واقعا این یک موضوع حساس و ظرافت‌هایی دارد که اون رو ما باید به اعتبار گیریم و کار نکنیم که از کمک‌هایی که رسانیده میشن مردم خودشون رو در حال ناهنجار قرار دهند. همکاری من عبدالله اشوروف هم در این موضوع گزارش‌هایی داشت و به این مسئله روبرو شد. حالی از اون میپرسم که برای بیننده‌ها بگو چی بود؟
بله میرزا نبی، ما در چند روزه که چند هفته اخیره که در روسیه رژه کرانتین جاری شد، مهاجران بسیارشون محتاج شدند و به خاطر تشویق اقدام های خیر ما برخی از کمک هایی که به مهاجران رسانیده شد در برنامه پوشش دادیم و این تنها به خاطر تشویق همین خیل احسانکاری ها بود که به دیگر هم مهاجران رسد، دیگر خیرخواهان هم چنین اقدام های روی دست گیرند. اما به نظر می رسد وقت‌های اخیر برخی افراد خصوصا بلاگران که یک نان نصف نان به کسی میدن از این سوء استفاده کردن میخواهند برای نیم نان آدم‌هایی که محتاج شدند با اونها تشکر گویند و اونها نوار میگیرن اونها در صحیفه ها میگذارند که البته یک ضربه روانی میزند به خود این شخصان، به خانواده های آنها در آینده. بنابراین از بینندگان عزیز دعوت کردنی هستیم که باید این چیز درست درک کنند، یعنی از این حالتی با وجود آمده که مهاجران دیگر محتاجان سوء استفاده نکنند و از این تلاش نکنند برای خود آبرو گیرند و یا خال سیاسی گیرند. این مشکلی همگانی است، نه اینکه یک معرکه ترغیبات و گرفتن خال سیاسی و گرفتن آبرو. درست، منم با شما هم فکرم عبدالله جان. درست است، واقعا کاری نکنیم که کمک های ما در پی آنها یک منت گذاری باشد، یک کمک هایی باشند که اون نفری که کمک از دست شما میگیرد برای اون به گفتی تاجگاه در بدنش آش نشود. ولی بینندگان با وجود این ما انتظار هستیم که هر نوار و گزارش هایی که شما برای ما این مسئله ها را روشن میکند بفرستید، ما آماده هستیم اون را پخش کنیم. ولی پیش از همه سلامت و سربلند باشید.